از روند بیرون شدن یک حزب یا یک گروه باید روند عمومی رو زیر سوال نبرد. مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان این فهمیش را که وابسته شدن حزب نهضت جشنگیری وحدت به منطق شده است کاملا نادرست می‌داند. 14 ایون در همایش در دوشنبه در موضوع تحکیم وحدت ملی در شرایط معاصر به آن تاکید شد که صلح دیگر جشن دو جانب نیست و باید این تصور فراموش شود. در این 20 سال نسلی نو با وجود آمد، جوانانی که اون وقت هنوز کودک بودند، حزب‌های سیاسی نو، گروه‌های سیاسی نو، موقع‌های سیاسی نو و باید وحدت ملی امروز همه آن رو فرا گیرد. نگرانی از افزایش اندیشه ها در مورد به منطق شدن وحدت در حالی است که واقعا با نزدیک شدن 19مین سالگرد قرارداد صلح تاجیکستان که هر سال در سنه 27 ایون تجلیل می شود، برخی ها بدون یک جانب تجلیل کردن از این جشن را بی اهمیت می دانند. وحدت باید پایه‌هاش ساخته می شدن، پایه‌های اقتصادی اجتماعی. وحدت این چیزی نیست که گپ خشک خالی نیست، گپی است که مردم نزدیک کردن شکل. این وحدت یک واقعیت است، یک سطح، یک فضایی است که مردم آزاد زندگی و مناسبت گفتگو کردن تونن دیگر. یک فضایی اگر که پایه اقتصادی اجتماعی داشته باشه باید یک فضای مستقل سیاسی است که حرفی خودشون مردم گفتن تونن و دیگر مناسبت آزاد کردن تونن. در ضمن برخی از تحلیلگران از مرکز تحقیقات استراتژی در پاسخ به ادعاهای کمرنگ شدن جشن وحدت پس از صحنه سیاسی بیرون انداختن حزب نهضت میگویند سازشنامه صلح را حکومت تاجیکستان با اتحاد مخالفین بسته بود، نه با یک حزب و حرکت علیحده. حتی وجود این حزب ممنوع را در برابر دیگر چالش ها حالا برخی خطر دیگری به وحدت ملی میدانند. همین اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کشورهای اروپا رفتن. ما هر روز شاهد هستیم که محیدین کبیری رئیس این حزب در آلمان و در بروسل و در پولش و دیگر کشورها حرکت کرده است و با مهاجران و با آدمایی که مثلا با اونجا مهاجرت کردن و میخرد و در اونجا علاقه معلوم است که اونمون از نو تحقیرسی حزب گذاشتن. برای جلوگیری از تهدیدها به وحدت ملی به ویژه از دولت اسلامی در همایش عید به وحدت ملی پیشنهاد شد که با تشکیل گروه‌های سیار با شمول متخصصان حرفه‌ای از تاجیکستان باید به کشورهای خارج سفر و میان مهاجران کار برده شود، زیرا تاکید می شود که محض در خارج زیر تاثیر گروه‌های افراطی ذهن جوانان خراب می شود.